امروز 26 دسامبر 2023 تقریبا چند روز دیگه سال 2024 شروع میشه. همونطور که میبینید اینجا الان شهر اسلو کشور نروژ هستش. مردم نروژ، حتی دولت نروژ برای مردمش جشن میگیرن. 3 شبانه روز بهترین غذاها و شیرینی و امکانات و جشن و خلاصه انواع غذاها و خلاصه در این کشور دموکراتیک هستش و کشوری که دست مردمش هستش. مردم اینجوری در شادی و خوشحالی زندگی میکنن و به همدیگه هم کمک میکنن. واقعا خیلی قشنگه. امیدوارم که کشور خودمون هم ایران به زودی از چنگال جنایتکاران اسلامی، تازیان اسلامی یا آخوندهای جنایتکار در بیاد و بتونیم ایرانمون رو بعد از 1400 سال ویرانی و نابودی دوباره و از نو بسازیم. به امید سرنگونی هر چه زودتر جمهوری اسلامی پاینده ایران.